به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب کمدی الهی، نویسنده دانته آلیگری هستش و مترجمان زیادی در فارسی این کتاب رو ترجمه کردن که مهمترینشون شجاع الدین شفا بوده. زبان اصلیش ایتالیایی هستش و تاریخ نشرش در سال 1321 میلادی و تاریخ نشر فارسی در سال 1335 شمسی بوده. لطفاً با من همراه باشید تا توضیحاتی رو در مورد این کتاب برای شما بخونم و سپس قسمتی از کتاب رو با همدیگه ورق بزنیم. کمدی الهی سگانه است به شعر که دانته آلیگری شاعر و نویسنده ایتالیایی نوشتن آن را در سال 1308 میلادی آغاز و تا اندکی پیش از مرگش در سال 1321 میلادی کامل کرد. این کتاب از زبان اول شخص است و دانته در این کتاب سفر خیالی خود را به دوزخ، برزخ و بهشت تعریف می کند. کمدی الهی یکی از نخستین کتاب‌های ادبیات ایتالیاست و از بزرگترین آثار در ادبیات جهان به شمار می آید. این کتاب کمک کرد تا زبان توسکانی و شیوه نوشتاری آن به استانداردی برای زبان ایتالیایی تبدیل شود. به نظر می رسد این کتاب تأثیر زیادی از کتاب اردا ویرافنامه داشته است، چرا که هماهنگی زیادی بین این دو کتاب وجود دارد و کمدی الهی پس از این کتاب زرتشتی نوشته شده است. این کتاب در ابتدا کمدی یا کمدی به ایتالیایی کمدیا نام داشت و بعدها جیوانی بوکاچیو نویسنده همعصر دانته واژه الهی را به آن افزود و نام کمدی الهی برای نخستین بار در چاپ و نیز به سال 1555 میلادی بر جلد این کتاب ظاهر شد. در سفر دانته به دنیای پس از مرگ دو راهنما او را همراهی می کنند. در دوزخ و برزخ راهنمای او ویرژیل شاعر رومی است که چند سده پیش از دانته زندگی می کرده و در بهشت راهنمای او بیاتریس پورتیناری است که دانته او را دوست می داشته و در کتاب زندگانی نو به شرح عشق خود به او پرداخته است. البته در برخی منابع ذکر شده که بیاتریس همانند ویرژیل که سمبل عقل و منطق بشری است جنبه سمبولیک داشته و مظهر عشق و فروغ الهی است و اشاره دانته به عشق زمینی خود در کتابی با مضمون خدا و فروغ و حد اعلای کمال بعید به نظر می رسد. به نقل از شجاع الدین شفا مترجم این کتاب، دانته در این کتاب از مراحل مختلف دوزخ، برزخ و بهشت می‌گذرد و در این مراحل با شخصیت‌های مختلف تاریخی برخورد می‌کند تا عاقبت در آخرین مرحله بهشت به دیدار خدا می‌رسد. دانته در طبقه اول دوزخش اشخاصی مانند بوعلیسینا و صلاح الدین ایوبی را ملاقات می‌کند و همچنین بزرگانی چون ارسطو و هومر که در نوع خود تجربه بی‌نظیر به حساب می آید. در کتاب از اشخاص مشهوری چون بوعلیسینا، اطلس، جالینوس، بقراط، کلئوپاترا، اقلیدوس، ابن رشد یا ابن رشد، ویرژیل، لوکریتیا، صلاح الدین، هومر، بونیفاس، سنکا، ارفئوس، سقراط، ارسطو، افلاطون، بطلمیوس، هلن و خیلی آدم‌های معروف دیگه نام برده شده است.
نماد گناهان دوزخ و مکان دوزخ. در کتاب کمدی الهی برای گناهان 3 نماد وجود دارد. 1 ماده گرگ که برابر با نماد هرزگی است. 2 شیر خشمگین که برابر با نماد ترشرویی و عصبانیت است. 3 پلنگ خالدار که برابر با نماد حرص و آز است. دوزخ به 2 بخش تقسیم می شود: دوزخ علیا و دوزخ سفلی. در این کتاب صحنه‌های دراماتیک زیادی وجود دارد، اما 2 تا از معروف‌ترینشان در دوزخ می باشد. یکی از این صحنه‌ها در آخر کتاب دوزخ می باشد که دانته و ویرژیل از شیطان یا ابلیس عبور می کنند تا به برزخ برسند. شجاع الدین شفا، نخستین مترجم فارسی این اثر بزرگ به زبان فارسی، در سال 1335 که توسط انتشارات امیرکبیر در تهران چاپ شده. کمدی الهی پس از انقلاب دیگر تجدید چاپ نشد تا سالها نایاب بود، تا اینکه سرانجام دوباره در دهه 70 شمسی نشر تیر با ترجمه فریده مهدوی دامغانی از وزارت ارشاد مجوز نشر گرفت و در آغاز آن مقدمه‌ای نیز از احمد مهدوی دامغانی آمده است. نیکلسون، مستشرق انگلیسی، بر این عقیده است که کمدی الهی متأثر از رسالة الغفران نوشته شده است. رسالة الغفران که نوشته شاعر معروف عرب ابوالعلا معری یا معری است، یک معراجنامه به شمار می آید. این معراجنامه شرح سفر خیالی است که در آن شخصی به عالم پس از مرگ می رود و در این سفر با شخصیت‌های گوناگون اسلامی و دوران جاهلیت روبرو می شود و با آنها گفتگو می کند. در بخش نخست کمدی الهی، زمانی که دانته به عنوان راوی وارد دوزخ می شود، می بیند که محمد در کنار چند شخصیت تاریخی مشهور دیگر به دلیل گناهانی که مرتکب شدند در حال مجازات شدن هستند. پیش از انقلاب 1357 ایران، شجاع الدین شفا ترجمه فارسی بدون سانسور از کمدی الهی دانته را منتشر کرده بود که بخش مجازات محمد هم در آن وجود داشت. اما در نسخه‌های بعد از انقلاب که توسط افرادی مانند فریده مهدوی دامغانی، جلال الدین کزازی و کاوه میرعباسی ترجمه شدند، این قسمت حذف شده است. در این کمدی از نظر دانته گناهان وی عبارت بود از ترویج مذهب دروغین، دعوی نزول وحی که نوعی شیادی کفرآمیز بود و بذر اختلاف را در جهان پاشید. دانته در اروپایی زندگی می‌کرد که ارتباط ادبی و فلسفی قابل توجهی با جهان اسلام داشت و عواملی مانند آوروئیسم تشویق می‌شد که آوروئیسم به معنی تفسیر بزرگ را از 12 مرد خردمندی که دانته در کانتو ایکس بهشت ملاقات می‌کند نوشته شده است. توماس آکونیاس و حتی بیشتر از آن سیگر براباند به شدت تحت تاثیر مفسران عربی ارسطو قرار گرفتند. عرفان مسیحی قرون وسطی نیز در تاثیر نوافلاطونی صوفیانی مانند ابن عربی سهیم بود. فیلسوف فریدریک کاپلستون در سال 1950 استدلال کرد که رفتار محترمانه دانته با ابن رشد، ابن سینا و سیگر براباند نشان دهنده اذعان او به دین قابل توجه به فلسفه اسلامی است. این منظومه بلند متشکل از 3 بخش دوزخ، برزخ و بهشت است و هر بخشی 35 چکامه یا کانتو دارد که به اضافه مقدمه در مجموع شامل 100 چکامه می شود. در کتاب مذکور آمده است دانته برای این اثر از قافیه پردازی جدیدی که به
قافیه سوم مشهور شد سود جست. هرچه کامه به بندهای 3 بیتی تقسیم می شود که بیت اول و سوم هم قافیه اند و بیت میانی با بیت اول و سوم بند بعدی دارای قافیه جداگانه است. مبنای وزن هر بیت 11 هجایی است. مجموع ابیات کمدی الهی به 12233 بیت میرسد. زبان این اثر گویش ایالت توسکانا است که در تثبیت آن به عنوان گویش برتر زبان ایتالیایی و مبنای زبان ایتالیایی جدید مؤثر بوده است. شاعران، نقاشان و مجسمه سازان بزرگ بسیاری به خلق آثار برجسته‌ای پرداختند که موضوع اصلی آن صحنه‌ها و داستان‌های کمدی الهی است. بوتیچلی، نقاش بزرگ و معاصر میکلانژ در سده 15 میلادی یکی از آنان است. دلاکروا، نقاش بزرگ دیگر و ویلیام بلیک، شاعر بزرگ انگلیسی سده 18 میلادی، گوستاو دورر، نقاش و حجار بزرگ سده 19 میلادی، رافائل، شفر، گلز، دلابرت، هامان، مورخانی و بسیاری دیگر از زمره کسانی هستند که با موضوع کمدی الهی آثار جاودانی خلق کردند. به جز اینها از دیرباز تا کنون در کرسی‌های دانته شناسی در دانشگاه‌های معتبر جهان به شناخت، تفسیر و معرفی کمدی الهی می‌پردازند. اخیراً هم نویسنده امریکایی دن براون کتابی تحت عنوان دوزخ منتشر کرده که الهام گرفته از کمدی الهی دانته است. گوستاو دوره، نقاش فرانسوی که طراحی‌های او برای کمدی الهی بسیار مشهورند. اردابیرافنامه یکی از کتاب‌های نوشته شده به زبان پارسی میانه که به اعتقادات عامه ایرانیان پیش از اسلام درباره آخرت می‌پردازد. دانته آلیگری که بود؟ دانته زاده سال 1256 میلادی و درگذشته در سال 1321 میلادی شاعر برجسته ایتالیایی بود که در اواخر قرون وسطی و اوایل دوره رنسانس می‌زیست. دانته در جمهوری فلورانس، ایتالیای کنونی چشم به جهان گشود. اطلاعات چندانی از چگونگی تحصیلات دانته در دسترس نیست، اما او به احتمال قوی در خانه و یا مدرسه‌ای وابسته به کلیسا در فلورانس به کسب علم می‌پرداخت. دانته گفته که معشوقه‌اش بیاتریس پورتیناری را برای اولین بار زمانی که او 9 ساله بود دیده است و در همان نگاه اول و ظاهراً بدون صحبت با بیاتریس عاشق و شیفته او شده است. دانته در سالهای بعد بیاتریس را مکرراً ملاقات می‌کرد و در خیابان صحبت‌های اندکی با او داشت، اما هیچ وقت او را به طور کامل نشناخت. زمانی که بیاتریس در سال 1290 از دنیا می‌رود، دانته برای غلبه بر غم از دست دادن او به ادبیات پناه می‌آورد و پس از چندی یکی از ارزشمندترین شاهکارهای ادبی تمام تاریخ را خلق می‌کند. هرچند که عشق دانته و بیاتریس به وصال نینجامید، اما در کمدی الهی بیاتریس در بهشت راهنمای او بود. 1 سال بعد از مرگ بیاتریس، دانته با زنی به نام جما ازدواج کرد و از او صاحب 4 فرزند شد. به دلیل فعالیت‌های سیاسی که انجام می‌داد، حکم تبعید گرفت و از آن پس مدتی را در شهرهای مختلف مانند سینا، ورونا و پادوا گذراند. دانته در سپتامبر 1321 در راونا درگذشت. قسمت‌هایی از جلد برزخ رو برای شما میخونم. سرود 1. حال به شوق آب‌های شقیق‌تر، سبکبال سفینه طبع برمی‌کشد.
بادبانها تا پشت سر گذارد این بی‌مروت بحر. و خواهم سرود شرح دومین اقلیم که آنجا روان بشر منزه می شود و سزاوار صعود به ملکوت. پس ای مقدس الاحگان الهام، شعر مرده را جان تازه ببخشید، زیرا من هم از آن شمایم. و دستی بجنباند کالیپوه و هم نوا کند با سرودم دلکش آوایی را که ضربه سمیش بر نگونبخت زاغها برید امیدشان را از بخشش یکسر. چشم نواز رنگ یاقوت مشرقی، خرامان بر پهنه بی ابر سپهر صاف و شفاف تا نخستین دایره. باز نشاند بر نگاهم لذت بخش نوازش را. همین که بیرون شدم از هوای خفه‌ای که حزین بودند، از آن هم دل و همدیدگان. دلفریب سیاره‌ای که فرا می‌خواند به محبت، می‌خنداند آسمان خاور را سر به سر و نهان می‌کرد ماهیان روان از پیش را. پیچیدم به راست و نظر افکندم به قطبی دیگر و دیدم آنجا 4 کوکب نشده عیان هرگز مگر بر نخستین مردمان. پنداری به وجه می آمد آسمان از تلألؤشان. زن شوی مرده را میمانی ای نیمه شمالی، چرا که محرومی از تماشایشان. آنگه که برگرفتم نگاه خیره از آن اختران و دیده چرخاندم اندکی به سمت دیگر قطب، آنجا که ترکش کرده بود گاری لختی قبل، دیدم نزدیکم سالمن مردی تنها با ظاهری بس موقر و در خور چنان حرمتی که هرگز روا نداشته در حق پدر هیچ پسر. محاسنش بلند و مزین به تارهای سفید، بسان موهای سرش که فروهشته بود 2 رشته از آنها بر سینه و شانه ها. بارقه آن 4 منبع مقدس نور را بر سیمایش چنان تابان دیدم که گویی رخسار سپرده بود به خورشید از روبرو. کیستید شما که گریخته از محبس ابدی، پیمودید رود کور را برخلاف جریان؟ چنین پرسید شکوهمند یار را جنبان، به برکت کدام راهنما و کدام فانوس به در آمدید از ژرفنای شبی که از آن ظلمانی است همواره دره دوزخی؟ مگر میتوان تخطی کرد از قوانین مغاک، یا تدبیری نوع اتخاذ شده در ملکوت که گرچه مغضوبید و ملعون ره یافته‌اید تا صخره‌هایم؟ پس راهنمایم مرا چسبید و با کلام و اشاره دست فهمان که کرنش کنم. سپس پاسخ داد به خویش نیامدم. بانویی در عرش از من خواست همراه شوم با این مرد و یاورش باشم. اما از آنجا که مایلی مفصل‌تر بدانی چگونه است وضعمان به واقع مرا، میلی نیست جز آنکه اجابت کنم میلت را. هنوز ندیده شامگاه واپسین را این بنده خدا، لیک در اثر نابخردی چنان نزدیک بود به آن که بسی زود پر میشد پیمانه عمرش بیگمان. همان گونه که گفتم گسیل شدم سویش تا برهانمش و نبود مسیر دیگر جز اینکه پای نهادم در آن. نشانش دادم تمامی شریران را حال، قصد دارم نشانش دهم تمامی ارواحی را که منزه می شوند زیر امر و نظرت اینجا. چگونه هدایتش کردم قصه دراز دارد، همین بس که بدانی به مدد نیرویی از جایگاه برین آوردمش تا ببیند تو را و بشنود کلامت.
اکنون باشد که خوش آیدت آمدنش، زیرا می جوید آزادی را که ارزنده ترین است، نزد آن که جان می دهد به راهش. تو را این سخن چون آفتاب است از این رو، تخت نبود به کامت مرگ در اوتیکا، که آنجا رها کردی جامه‌ای را که خواهد درخشید در روز واپسین. زیر پا نگذاشتیم قوانین ابدی را، زیرا زنده است او و نیستم من در بند مینوس. متعلق به همان دایره‌ام که پر آزرم دیدگان مارسیابد، که همچنان التماس می کند از آن خود بدانیش ای مبارک نفس. پس به حرمت محبتش نرم باش با ما. بگذریم از اقلیم‌های هفتگانه‌ات، سلام پرمهرت را برایش میبرم سوغات. اگر روا بداری که از تو نام برند آن پایین. پاسخ داد دریغ نمی داشتم هیچ محبت را که می طلبید از من مارسیا آنگاه که بودم آنجا. ز بس دلپذیر بود برایم دیدارش، حال که منزل دارد فراسوی رود پلشت، نمی تواند دیگر به شوق آوردم به حکم. قانونی که جاری شد چون رستم از آنجا. ولی اگر آنگونه که گفتی بانوی عرش نشین فرمان می دهد تو را، حاجت به مداهنه نیست، کافیست مطالبه کنی به نام او. پس برو دیگر و زناری از نی بوریا بر میان این مرد ببند و صورتش بشوی تا نماند بر آن از ناپاکی نشان. زیرا پسندیده نیست ظاهر شود نزد نخستین خادم بهشت با چشمان کدر از غبار. گرداگرد این کوچک جزیره نزدیک کرانه ها، آنجا که متلاطم‌اند موج‌ها هماره میرویند بوته های نیبوریا بر گل نرم. هیچ گیاه دیگر که باشدش شاخ و برگ یا ساقه سخت نمی پاید بر این مکان هرگز، زیرا نمی تواند خم شود برابر هجوم خیزاب ها. باز نگردید از این راه برمی آید بلند آفتاب به زودی و می نمایاندتان مسیر آسانتر صعود از کوه را. خب من میرم که بخش قسم دوم رو برای شما بخونم. دوزخ. توصیف دوزخ. برای توصیف تمام و کمال آن بدایع باید بگویم در آمدیم به برهوتی بیکران که میتاراند از پهنش گیاهان را جملگی. احاطه کرده آن را جنگل حزن‌انگیز، آنچنان که جنگل را نهر اندوهبار. سست کردیم پا در حاشیه‌اش. از شن زبر و خشک بود آن مکان، نه چندان متفاوت با آنچه روزگاری لگدکوب شد زیر گام‌های کاتو. آه عقوبت الهی چه دهشت آور می‌نمایی! خواننده این سطور را که مجسم می‌کند آنچه عیان شد بر دیدگانم. دیدم فوج‌های فراوان از ارواح عریان را، همگی شوربختانه گریان، گویا بر هر کدام حکم و قانونی متفاوت بود جاری. بعضی دراز کشیده بر زمین طاق‌باز، بعضی کس کرده تنگ هم و بعضی بی‌وقفه قدم زنان. با توجه به اینکه این کتاب شامل اشعاری بسیار سنگین هستش، من ترجیح میدم که همینجا کتاب رو تمام کنم و به خودتون واگذار کنم. اگر این کتاب رو نخوندین حتما برای خودتون تهیه کنید و آرام آرام بخونید تا بتونین مطالب سنگین و زیبایی رو که آورده شده حذف کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.